عزیزان اشتباه نکنید، در فضیلت لعن هیچ شکی نیست. شما قرآن رو ببینید، ماده لعن در 41 مورد استفاده شده است که در اکثر این موارد لعنت کننده خود خداوند تبارک و تعالی هست، مثل آیه شریفه فلعنت الله علی الکافرین. و مسئله لعن دشمنان اهل بیت هم در قرآن و هم در روایات شیعه و اهل سنت وارد شده است و اهل بیت ما تأکید فرمودند، همانطوری که در بعضی از روایات وارد شده است که بعد از نمازهای واجبتون بنی امیه رو لعن کنید. و طبق بعضی از روایات و تصریح بعضی از علما، فضیلت لعن بیشتر از فضیلت صلوات است. کما این که در روایتی وارد شده است که روزی آقا امیرالمومنین مشغول طواف بودن، حضرت دیدن یه شخصی کنار خانه کعبه داره صلوات میفرسته به اهل بیت رسول الله. امیرالمومنین به این شخص سلام دادن. مدتی بعد حضرت دوباره دیدن این مرد کنار خانه کعبه است، اما این بار امیرالمومنین سلام ندادن. این شخص برگشت گفت یا امیرالمومنین، آقا جان چرا این بار سلام ندادید به ما؟ حضرت فرمود چون این بار دیدم مشغول به لعن دشمنان ما اهل بیت هستی و نخواستم تو رو با سلام دادن غافل از لعن کنم که لعن افضل من الصلاة علی محمد و آل محمد. این عبارت امیرالمومنین هست، کلام امیرالمومنین هست. حضرت فرمودن که فضیلت لعن بیشتر از صلوات.